ака мо дар иҳотаем чикор мекунем таслим мешавем ҳарзагӯӣ накун мурам ҳам таслим намешавам набайҷума то ба маро гӯш кун ба инҷо наой ба мо ҳуҷум карданд молҳоро гирифтанд одамона моро куштанд мо ба дом афтодем маро мешнавӣ ба инҷо наой тоҳир хуб ҳастӣ рафтем ака омаданд ака аз ҷой наҷум ё хуб ана ба шумо маро бабахш доба این طور شدنش رو نمیخواستم طاهر دارم به چکپ هست طاهر انتما جواب ده طاهر چی شد؟ التماس نمون التماس منو تنها نگذار خفه نشوید خانم رفیقتان حالا مجبور است که با شما پدرود گوید باید چیکار کردید؟ هر چی شده باشد عیب خودش ابلهی نابکار به من گوش کن تو رو میابم جوابش رو میدهید به همتون لعنت آدمان مثل شما حق پرسش ندارند ما پرسش میکنیم تمام بچه ها انبار تازه است مواد مخدر با ماست اگر تسلیم میشدن خوب میشد اما چاره نبود شما هم در وقتش در اومدید تشکر اکای صالح دوامش رو ما حل میکنیم سلامت باشی حسن با تلفن پیش از مردنش با زن صحبت میکرد نامش توبون است بیماری وزنی روحی دارد دوست داشته اش است اگر او رو هم دستگیر میکردیم خوب میشد اکا دیری نگذشته باز از زیر پایمون میبراید خواطر نشوید یعقوب کجاست نیست بچه ها او رو پیدا نکردم یعقوب گریخته است خیر هیچ گپ نه در محلمون او رو میابیم این ترس برایش یک عمر بسنده است اینجا کارمون تمام شد میرویم رفتیم برای کار بچه ها تشکر اکای صالح ما با شوبه نرفته با محلمون رو مایلش البته اکا ما باید رفته آن یعقوب رو یابیم مایلش بیا کارلوس یگان نفر شما رو بی جزا نمیمونم همه چیزم رو از من گرفتید جوابش رو میدهید رفتیم این عشق سینه سوز که انعام زندگی است یک غلغله در عالم آرام زندگی است بر خرمن کائنات کردم نگاه یک دانه محبت است باقی همه کار یوسف از دست زلیخا عذرا از عشقی وامق مجنون در راه عشق لیلا آواره جهان گشت مرحمت تشکر
خدا نگهبانتان بچه ها. قرارت قطعی است. عملیات با موفقیت گذشته است. تبریک میکنم. غالب عملیات اما مغلوب راه عشق. این خیلی مسئله نیست. بگذار. اینش را من گفتم. خیر چی؟ التماس با سر نکن. من هیچ چیز را سر نمی کنم آخر. اما تو نمیفهمی که چرا به اتمام رسانیده ای؟ عارف، ما آینده نداریم. بله آخر. ما هم تا به آخر یک جا میمانیم. اینقدر رمانتیک بودنت را نمیدانستم. در میانم سلاح باشد هم صد شکر که در اینجا دل میتپد. در درون این دل باشد سومن است. سومن برای من اول خدا، بعد من رو از روحم برگردانده نمیتوانی. بیهوده کوشش نکن. مایلش رو گریز. مثل ترسانچکا با پسند نگاه نکرده گریز. ای کاش که من هم مثل تو ترسو بوده میتوانستم. این چی معنی دارد عارف؟ چی معنی دارد؟ مایلش چی معنی داشتن از میدونم. مرا در سوریه چندین روز عذاب دادن. ناخونهایم را کندن. اگر یگان نفر دیگر میبود در آنجا 100 مراتب 1000 مراتب میمرد. اما من با مرگ مبارزه بردم. نه گوش کردن نمیخوام. نه گوش میکنی. نمردم تنها برای تو. یک روز یک جا میشویم گفته با مرگ مبارزه بردم. وگرنه مرگ برایم بهتر بود سومن. من برای تو از طوفان و بادها از بلاها گذشتم. اما تو از یک شمال ناچیز ترسیده گریختی. باور کن این برای تو بهتر است. من به تو غیر از بدبختی چیزی دیگری نآوردم. آخر ایش باز چی میشد سومن؟ بلا است. ما با این بلا از ازل مرحبا گفتیم. سخن آخرین داری؟ دارم. چی؟ ایستا. به هیچ کجا نرو. افسوس که نی. بعد پشیمان میشوی. روزی سراغ وقتی منایی که نیستم. خدا یارد سومن. یا رب بلا و عشق آشنای ما بکن. ما را از این بلادم تو رها مکن.
خوش آمدی کمال. اپا شنیدم خیلی غمگین شدم. اکی طاهرمون آن خریدار را تو یافته بودی؟ اپا در حقیقت نمیدونستم. خاکی پایت شمم. آخر آدمی باوریناک است گفتن. خریدار خوب است گفتن. او پالیز بوده است کمال. طاهرم را از من گرفتند. کنی به من گوی من چی را از تو گیرم؟ فرزندانت را، جانت را، چیت را گیرم. اپا التجا میکنم. آخر من زن و فرزند دارم. وعده میدیم که جبران میکنم. هر چی خواهی میکنم. من دیگر به تو چطور باور کنم کمال؟ گرزد چطور؟ اپا یا امکان نده. تو رو شرمنده نمیکنم. وعده میدیم. همین طور وعده میدهی؟ به خدا قسم. اگر نتوانی؟ اون وقت جانم را گیر. هر چی خواهی بگی. من اول جانش را میگیرم. دیگر توکل نمیکنم. جسدش را گرفته برید. همه اون تعیینات مخصوص را یک به یک برای من میابید. خانه هایشان را، نامناسبشان را، خویش اقربایشان را، حتی اندازه پای افزادشان را هم میابید. فهمار؟ کنی روید. چرا ایستاده اید؟ همه اتون دم شوید. دستی خالی بر نگردید. زود اندوهگین نشو. یک دو روز پس بر میگردد. بخشش میپرسد. پشیمانم میگوید. باز آشتی میکنید. چی چیزهایی را پس سر کردید؟ مگر اینش رو نمیتوانید؟ نمیدانم اکا. نمیدانم. ممکن است شینم. مرحمت شنید. این رو بینا. مگر انسان هستید؟ با خیر است. حربی چی شد؟ اکا خبر رو نگرید. حریف نابکار باز مدیر یتیم خانه بوده است. کودکان را عذاب میداده است. کو اون روزنامه را با من ده. بیار زودتر. کو بیده. انا دیدید؟ باید او را برده در میدان مرکزی شهر برای عبرت عالمیان آویزیم. این خیل فکری فاشیستانا به شما نمیزیبد آقای عارف. من چی گفتنم را میدانم خانم فیضیه. خواطر نشوید. این نفر روبرویتان در یتیمخانه ها کلان شده است. چیزهای اثر گذراندن را تنها خودم میدانم. باوری دارم آن مدیر هم در حیاتش مشکلی داشته بود. چی باید کودکان را بزند؟ آن کودک ها یتیم و بی‌صاحبند. یتیم ها به ما با تمام عالمیان امانت خداوند هستند. شد بحث نکنید. اکا عیناً همین خیل به ایمان نابکار در سر ما هم بود. خیر چی شد؟ صد شکر که اعمالش را روی آب آوردیم. حریفی نابکار بودنش را از کجا میدانی؟ از سرگذشتم و باز با دلیل و اثباتهایش. ولی چون احوالشان تنگ شد چیکار کردن؟ تهمت را به من زدن. همین خیل خلاص یافتن. لیکن همه‌شان جزای سزایشان را گرفتن. صد شکر خدا. فیضیه خوب هستی؟ البته. چرا بد شوم؟ ندانم. دست و پایت میلرزند. با این خیل گپ ها آنقدر عادت نکردم. مرا ببخشید. این دختر بسیار نازک بوده است. خیر نازک باشی و بین گپ ندارم. خدا جزایش را دهد. این را بینا. این را بین در میدان می آویخته است. فیضیه خوب هستی؟ خوب هستی میگویم. نه خوب نیستم. التماس برو. گوش کن خودت را نمایش بده. فهمیدی؟ مگر گپهایشان را نشنیدی؟ همه‌شان سزایشان را گرفتند میگوید. به چشمانم نگاه کرده گفت. آرام شو فیضیه. آخر میفهمم. داروهایم را نگرفتم. در خانه مانده است. فیضیه آرام شو. آرام شو.
این آدم قاتل هم پدر من و هم پدری تو است. شاهین این رو فراموش نکن. فراموش نکردم، اما اگر این خیر رفتار کنی کارمان برباد می رود. به خود که آمدی بعد به خانه من را میلش در خانه من بود. مرا ببخشید، به فکرم کمی دغلانه گپ زدم. اگر نخواست رنجانه باشد هیچ کم نه، مهم نیست. یعنی اگر مبادان رنجانده باشم؟ نه نرنجاندید، خواطر نشوید. اگر اجازه دهید برآمدن میخواهم. البته مرحمت، هیچ گپ نیست. من چی گفتم که خاطری نازکش آزار گرفت؟ اهمیت نده، زن است آخر، همه‌شان هم میخینن. فراموش کن. السلام علیکم اپا جان. خوش باشید. خوش باشید. اپا جان یعقوب در خانه است؟ در خانه است. تمام روز در حجرش درس تیار میکند. یعنی یکم مرتبه نبرآمد؟ نه. فهمو. اگر اجازت باشد با او 2 دقیقه صحبت کنیم. چرا نه؟ گذارید. گذر برادر. گذارید. جامعه هم رفت. اکنون چیکار میکنیم؟ از کجا میابیم؟ السلام علیکم یعقوب. السلام علیکم. چیکار میکنی یعقوب؟ برای بردن من اومدید. یعقوب اگر این طرد ادامه یابد ما در حقیقت مجبور میشیم که تو رو بریم. بیاشین با تو گپ میزنیم. اکا سخت پشیمونم. کاش شما رو گوش میکردم. کاش نمیرفتم. یعقوب خدا دیدی او در اولین فرصت سلاح رو گرفته به سر تو گذاشت. دادرم خرس به انسان دوست شده نمیتواند. تو چی میگویی؟ گوش کن یعقوب برادر. در دنیا از همه دشمنی بدترین چشمی است که با عبرت نمینگرد. تو با چشمان خودت تارمار شدن این قاچاقچیان را دیدی. برای از جهنم صحت سلامت برآمدن شکر کن. درس عبرت گیر. میلش برادر. چشمانت رو شده عبرت گیر. ما میفهمونی. امروز به تو غضب نه و رحمت خدا آمد. خدا رحم کرد. شکر گزار. با اونه که دیده نشد اومد. یعقوب گوش کن دادرم. این موضوع همینجا پوشیده ماند. میلش پوشیده شده که خواطر نشوید. دیگر توبه. خیر میلش. هرچی گذشته بود فراموش کن. خودت را به خواندن سپار. اگر یگان مشکلی پیدا شد از این موبیل میلش. سلامت باش یعقوب. طاهر گفتنی آدم یک نقص دیده داشته است. با نام تابان تو را میشناسی؟ نه که من باری اول میشنوم. خب میلش در امان خدا. با بطلق افتادم. اینها دردی سرم شدند. از هر سراخی میبرایند. بخیر است. با کجا پسرم؟ یک طرفی. این آدم ها را تو آوردی به سرمان. پسرم گوش کن. اینها انسان‌های خوبند. با گفته هایشان آنها را گوش کن. چیزهایشان را گوش کنم. 1-2 لقی ابلهند. پسرم یعقوب پسرم یک بار هم باشد با گفته هایم گوش کن. به هیچ کجا نرم. در جایت مبتدی رو هم شدی. مرا به حالم گذار. من دیگر کودک نیستم. من مانده شدم. درست میگویم. گیرید مادر جان. خیلی وقت شد نآمدید. این وقتها کمتر بندیم. خاطر نشوید مادر جان. درد دنیا همین بوده است. هر کی خواستار دنیا باشه دردش زیاد می شود دخترم. به این دنیای دروغ دل بای مده. درست میگوید مادر جان. پسر دیوانه من کجاست؟ چرا وی نآمد؟ بین و دور بود. اومده نتوانست. آوازت خسته می نماید. یگان چیز شد؟ نه خوبم. یعنی خوب هستیم. چشمانم نبینند هم گوشهایم می شنوند. کنی فهمان چی شده است؟ یک چیز میپرسم از شما مادر جان. مرحمت.
اگر این صلح به دوست داشتش درد و غم آرد چی باید کرد؟ دوست داری این درد و عذاب دادن است دخترم. هم درد دادن است هم درد را کم کردن است. درد این درمان چی باشد؟ آه دخترم، درمانی تو یعنی خودی درد است. لبای خوب می آیم. 1 ساعت پس. خوب. مادر جان کورم برآمد. رفتنم در کار. باز بیا، اما این دفعه تنها نه. پسری دیوانه ای مرا هم گرفته بیار. اما به جوی او وعده نمیدهم، لیکن خودم می آیم وعده میدهم. می آید، وی هم می آید. انا حجت‌های گفته خودکشی پدرش به او تاثیر کرده است. این مصیبت رو نبرداشته است. او را به خارجه فرستادند. در شویتزاریا تبابت گرفته است. به او تشخیصی بیپولار گذاشتند. بیپولار گفتی؟ یعنی ویرانشوی احساسات؟ بله، یعنی گپ‌های چپ و راست. هر یک دقیقه‌اش از دیگرش فرق می‌کند. شاید زیاد به احساسات داده شود. من به او نزدیک نمی‌شوم. اون طرفی کار من خودم می‌دانم. خب درباره پدرش معلوماتی داشته اما همین است؟ درباره‌اش معلوماتی عمیق نیست. یعنی انسانی مشهور و پسند مردم. همچون آدمی خوب. حتی پیش از خودکشی در یتیمخانه مدیر بوده است. در یتیمخانه؟ کدام یتیمخانه؟ آنجا هست. در یتیمخانه؟ در آنجا چی رخ داده است فهمیدنم لازم. تمام. هرچی ازت حمایت میکنم. با سردارم گپ زدم. گفت که اگر سومن خواهد به کار برگردد. اگر کار تعیینات مخصوص رو با آخر رسانیده باشد. حاضر نمیدانم. بعد فکر میکنم. خوب، به من اجازت. روز بخیر. تو چیزی را پنهان میکنی اما حقیقت فاش میشود. این کار این خیلی نمیشود شاهین. چی گفتم میخوایی؟ چیکار میکنی؟ من دیگر باریف طاقت ندارم. با وی در یک جا کار کردن را طاقت ندارم. از یک هوا نفس کشیدن نمیخواهم. فیضیه، صبر من هم آخر دارد. با تو این خیلی مسئله نکرده بودیم. تو نمیفهمی. وقت ما رو بهوده گذرانده ایستاده ایم. من با مانند دیوانه ها بازی کردن نمیخواهم. چیکار کنیم؟ سلاح را به سرش گذاریم. بله. چرا نه؟ تو چی ها میگویی؟ عقلت را گم کرده ای. برای چی؟ تو مردنش رو نمیخواهی؟ من قاتل نیستم. من هم نیستم. اما میشوم. این آسان نیست. مرگ برای وی نجات میشود. من مردنی وی را نه، عذاب کشیدنش را دیدن میخواهم. صبر من اونقدر نیست. بگذار از جایش نجوید. بیا رو کشته کار رو تمام کنیم. فیضیه، مرا میترسانی؟ در اصل تو مرا میترسانی. با مانند یک کودک ترسانچک بوده ای. به من گوش کن. یا حاضر آرام میشوی یا همش حالا در همین جا با آخر میرسد. راه های من تقسیم میشود. مرا فهمیدی؟ تمام. تو حق هستی. بعد کارهایی که امروز گذشت خودم رو تماما از عقل بیرون حس کردم. من هم مثل تو از اون نفرت دارم. من باید روم. دختری خوب شو. در خانه برنامه کدبانو را تماشا کن. فهمم؟ فهمم. خواطر نشو. من آرومم.
маро бубахшоҳед. мутаассифона одат надорам ки қавлҳои додамро иҷро кунам. дида будам, дар инҷо буд. куҷо шудааст? برادر افساید شد. الو بازی کنید آخر چی کرده ایستاده؟ حاضر یک با یک با اون والدز رونالدو یک ضربه نشد. حکمان لبی میدان بیرق برداشتن. تو نمیبینی کارلوس؟ آکا چی خیلن؟ چی خیل افساید شو؟ این حکمان گل بهترینی مرا گیری. باید چی چشم برادر؟ اما خطا در وی نیست، خطا در نشانگیری اوست. آکا تکرارش رو مونده بین. آکا ایوریف از برای خدا یک بار بین این رو بین. همین بازی ما افسر شده است برادر. التماس بین. بچه ها مرا امشب به حالم بذارید. اوه ظریف برادر شماند به بازی دیر میکنیم. خیز میرویم. عارف تو تنها میمونی یا تو هم با ما به شعبه میری؟ من نمیروم. من در خانه میمانم ظریف. اگر تقدیرم بلندی کند شاید سکته دل رو بگذارم. برادر تو چی ها میگویی؟ خدا نشان نده. مایلش نرو. رفتیم کارلوس. ایستو من کسی من خدا حافظ. عارف رو هیچ وقت با این احوال ندیده بودم. ظریف تو حال عاشقان رو از کجا میدونی؟ باز تو که عاشق شده ای من بیخبره انجوره. سالهاست این لحظه رو انتظار بودم.
یک دیگه دو رئیس را نمیخواهد. دست پران میگوید اما دل پراندن نمیخواهد. امر دیگر رو محکومیت دیگر است. این دو هم دیگر را نمیخواهد. اگر مولا نوشته باشد پیشش را کسی گرفته نمیتواند. اگر ننوشته باشد تیر از پخته هم نمیگذرد. این از کجا پیدا شد؟ سومن، تو رو ناراحت نکردم. این چی خیلی گم؟ بیا گذر. درباره یک مسئله باید گپ زنیم. خیر چی بود است؟ اون دختر فضیه. بیا به خانه درو. نه نمیدارم، همینجا خوب است. یا خدایا، درباره من چی میگفته باشد؟ گپ زن، تو رو گوش میکنم. یا خدا. عارف، من آمدم که تو رو از فضیه آگاه کنم. چی شده است؟ شاید فکر میکنی که من به او حسد میبرم، اما این دختر موسیقی بیگناه نیست. میخواهم بدانی. به فکرم کمی واهمه میکنی. مایلش به من هم اونقدر معقول نیست، اما گپ در سر او نیست. شاید فکر میکنی که از روی حسد و بخیلی گپ میزنم، اما این طور نیست. خیر چی؟ مایلش، شاید نمی آمدم خوب بود. مایلش گپ زن، چی بود است؟ این دختر بیمار است. سلامتی روحیش خوب نیست. اگر این طور می بود در تعینات مخصوص به کار نمی در آمد. گویا آدمان تعیناتی مخصوص سالیمند. فهمو با فیضه چی شده است؟ گپ زن. انسانی قصدگیر است. شاید به تو قصدی داشته باشد. من به او چی کار کردم؟ نمیدانم. نام یتیم خانه تو چی بود؟ یتیم خانه بی پرستارانی به نام یونس امری. چی خیلی یعنی؟ درویش تربیه میکردن؟ نیتشان همین بود، اما بعضیشان مثل من راهزن شدن. کلیبی، شاید به تو یگان علاقه دارد. در یتیم خانه تو یگان کار کرده از یعنی گفت و کار دارم. این سومن رو بلید، بینیش رو به همه جا میخلوند. همه کارهایش رو مانده صدی راهی من شده است. این رو به شاهین گفتنم در کار. تو یک بازی میسازی، صاحبش بازی دیگری میسازد. بازی در داخل بازی، حکمت در درون این است. اپا، شما را یک از دیدن میخواهد. کی بوده است؟ یک جوان به نام یعقوب. امروز در جایی که عملیات گذشت حضور داشته است. بگذار درآید. چی شد؟ چی میخواهی؟ امروز در جای حادثه‌ای که با آقای طاهر روح داد بودم. فهمیدم این را. باز چی؟ از گروه تعیناتی مخصوص دو نفرشون در محله ما استقامت میکنند. یکی از اونها شما را پرسید. گفتم نمیشناسم. کنی و اینجا بیا. کنی بینیم. آنها در اینجا هستند؟ هر سه اینها بودن. آنها برای من هم دردی سر شدن. غم مخور، به نزدیک از همشان خلاص میشویم. رحمت کلام. سلامت باشید. دهانت را بسته نگاه دار. مایلش، من با تو زنگ میزنم یاسمن. حاضر یک کاری مهم دارم. بخیر است صالح، چی شد؟ سر دارم، طبی دخترم بلند شده است. خدا شفا دهد. دخترت را تنها نگذار، زود نزدش رو. نه سردارم، این خیل نمی شود. کار منتظر.
خدایا تو فرمانی مرا اجرا کن. من عملیات را خودم میگذرانم. دخترت به تو از پیشتر دیده زیادتر احتیاج دارد. خدا شفا ده. سردارم درست میگویند. دخترت تنها نگذارد اکی ساله. این کار را ما انجام میدهیم. مایلش این دفعه به من اداره میکنید. میشود اکا. با اجازت شما سردارم. گروه یک، دیروز کاری خوبی را به انجام رسانیده. انشاءالله امروز کاری بهتری را به انجام میرسانیم. سلامت باشید. تشکر. دیروز از عملیات گذرانیده‌مان 20 کیلو مواد مخدر را محاصره نمودیم. صدها جوان نجات یافتند. همه‌تان را تبریک میکنم. سلامت باشید. اما آنهایی که جوانانمان را، آینده‌مان را زهرآلود میکنند، آرام میگیرند مگر؟ هرگز نه. آنها که قرار نیستند ما هم نمیستیم. آره قرار نمیستیم. چرا؟ چون که حضور دولت در دست پلیسان امانت می باشد. بچه ها به شخص ناعهده‌برا امانت نمی سپارند. همین طور نه؟ آره سردارم. ماشاءالله سردار. خدمات ضد مواد مخدر و استخبارات یک جای فعالیت کردند. این زن دوست داشته طاهر نام شخصی که دیروز او را کشتید با آخر رسیدن کارش را فهمیده است. او کوشش کرده ایستاده است که به خارج کشور گریزد. به مقصدش میرسد؟ نمیرسد. برای چی؟ برای آن که ما آنجا حاضر میشویم. تیار شوید بچه ها. ما را عملیات انتظار است. خب پس نگردد. فراموش نکن درخت انجیر همیشه در جای راست نمی سبزد. بعضا در جای سنگلاخ می براید. با ریشه های مثل موی باریکش سنگپاره ها را سوراخ کرده می براید. من وظیفه دارم با نام صاحبم حرکت می کنم. سختی و درشتی تو را فکر نکرده تو را سوراخ کرده می گذرم می گوید. حربی در کجاست؟ عقلی من این گپا را نمیگیرد. اکا اگر صاحبش را داند ناامید نمیشود میگوید. یعنی پس نگردید میگوید اکا. پس کشان گروه یکم پس نمیگردد. سوال نده. خاموش. کبر نکن. این شالاگوی امانت را نده. انشالله. ها؟ اکنون را وظیفه انتظار نمی شود. درخت انجیر را فراموش نکن. در زمینی هموار بوده را نه، در کوه سنگلاخ بوده را. رفتیم شیربچه. خوش آمده سردارم. در پشت این فابریکه جای گرفتم. این دفعه دو گریف نیست. یک نفری تقسیم میشویم نقص. یک نفری یا بسیار نفره اختیارتان. توبون هم در آنجاست. فقط او به ما زنده لازم میباشد. بعدا نمیدیم. مایلش حسن برادر. انشاءالله او را زنده به شما میرساند. در داخل 4 نفر سلاحدار میباشد. آنها به تابان صادقند. با آسانی تسلیم نمیشوند. هوشیار باشید. 4 نفر همین قدر. این خیلی باشد من خودم تنها در آمده دستگیرش. رجب اما که حکمت چی گفته بود؟ کبر مکن. در بیرون دشمن رو مغلوب میکنم گفته و دشمنی داخلی همون مغلوب نشویم. چیکار میکنیم سردارم؟ شاهین با خود یک چند نفر را گرفته است. پس نظارت برید. ما از پیش میدرویم. در داخل وا میخوریم. فهما سردار. رفتیم.
با دقت باشید. ظریف کنیبین در داخلند. یگان کس نمی نماید سردارم. به فکرم این عملیات خیلی آسان می شود. شما به هر حال هوشیاری را از دست ندهید. مایه سردارم. تیار شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. خالی می نماید. صدای پایمان را شنیده گریختند. هیچ کس نیست کو ببرد. بچه ها براحت باشید، هیچ کس نیست. احمقی نکن کارلوس، خم شو. از کجا برآمدنشون معلوم نیست. اینجا خطرناک است، پنهان شو. سردارم به خدا هیچ کس نیست، براحت باشید.